در قرقیزستان مراسم دفن ژورنالیست بخش قرقیزی رادیو آزادی اولانبک اگیزبویف برگزار شد. جسد خبرنگار 28 ساله را امروز در زادگاهش دهه کوکجار ولایت نورین به خاک سپاریدند. در میان آنهایی که برای ویدیو با ژورنالیستی نامی آمده بودند، در برابر ژورنالیستان و همکاران اولانبک، پرزیدنت و نخست وزیر سابق قرقیزستان روزا اوتونبویوا و تیمیر ساریف، وکیلان پارلمان این کشور نیز حضور داشتند. در سخنرانی خود وکیل مجلس جنرال اکایف گفت که اگیزبویف در خاطر جامعه قرقیزستان همچون رمز عدالت نقش می‌بندد. Своим журналистским трудом он реабилитировал профессию. او با زحمتش اعتبار کسب ژورنالیست را برقرار کرد. او همه را امیدوار کرد که بدون خشونت و انقلاب هم با ضرب سخن میتوان حیات را تغییر داد. متاسفانه خودش حیاتی کوتاه ولی درخشان داشت. К сожалению, он прожил короткую, но яркую жизнь. Улан Эгизбоев روز 22 ایول در آبهای استقلال جان داد. ظاهراً مشکل این که او هنر شناوری را خوب نمیدانست باعث سر زدن فاجعه شد. مرگ او 2 ماه پیش از تولد نخست فرزندش رخ داد.